داعش در افغانستان ویدیوی جدید را در رابطه با فعالیت‌هایشان نشر کردند. در این ویدیو که اخیراً نشر شده، داعشیان تصویر فعالیت جنگی و نظامیشان را از مناطق تورابوره و تنگی وزیر ننگرهار گرفتند تا بعد جوزجان به تصویر کشیدند. جنگجویان داعش در کوههای بلند تورابوره سنگر می‌گیرند و بر جناح مقابل که به گفته خودشان طالبان و ملیشه‌هاند حمله می‌کنند. در این ویدیو گروهی از کودکان و نوجوانان گروه داعش در ولایت جوزجان نیز مشاهده می‌شوند که به حمایت از خلافت اسلامی و گروه داعش ترانه می‌سرایند و همبستگی و هوادارانشان را از این گروه اعلام می‌کنند. در این ویدیو مناطق در شمال افغانستان نیز به نمایش گذاشته شده که در آن مناطق جنگجویان داعش فعالیت دارند و پس از جنگ با طالبان مسلح اجساد آنان را نمایش می‌دهند. جنگجویان گروه داعش در یک منطقه نامعلوم جوزجان در یک هدیره جنده‌های قبر را به این دلیل از بین میبرند که به نظر آنان این کار شرک است. دو تن از مسئولان داعش در یک مسجد و فضای آزاد در ولایت جوزجان از مردم بیعت میگیرند. ای مؤمن کشیler Allah'dan korkun ve sadıklar bilen bo'lin deydi. Mana shu jihatdan xilofat islomi bilan bay'at qildik و شو صادق کشیler bilan birga bo'ldik. شما عزتمند هستین اگر شما مؤمن باشید. الحمدلله امروز ما نتیجه مؤمن بودن و نتیجه که خلافت حق است و چشم سر خود دیدیم. در این ویدیو داعش پوری‌های مواد مخدر را از بین میبرند و با مرتد و ملیشه خطاب نمودن طالبان مسلح میگویند که این گروه از مواد مخدر زکات جمع‌آوری میکند، اما گروه داعش مواد مخدر را از بین میبرد. گروه داعش لحظه پرتاب بزرگترین بمب غیر اتمی جهان یا مادر بمب‌ها بر ولسوالی از چین از سوی نیروهای آمریکایی و صحنه‌های پس از آن را نشان می‌دهد. یک قماندان چاق گروه داعش که غالبا از منطقه تورابوره ننگرهار صحبت می کند از جهادی های جهان می خواهد که اگر بر عراق و سوریه سفر کرده نمی توانند به افغانستان بیایند و در اینجا با صفوف داعش یک جا شوند. این قماندان گروه داعش می گوید که از تورابوره خلافت اسلامی در تمام خراسان تطبیق خواهد شد و این خطاب به مردم می گوید که خلافت اسلامی نعمت بزرگ خداوند است و باید با ابوبکر بغدادی بیعت شود. د نړۍ مسلمانانو چې ځان ته مسلمانان وایي راشي خراسان ته هجرت وکړي خو شام او عراق ته نشي تللی هجرت په تاسو باندې کول دا فرض دي راشي د دارالکفر نه هجرت کړي دارالاسلام ته راشي. آگاهان سیاسی میگویند که ایالات متحده و حکومت افغانستان فشار بر طالبان مسلح را افزایش دادند و گروه داعش با استفاده از این فرصت برای تقویت صفوفشان تلاش میکند. آگاهان سیاسی میگویند که اعلام مکرر مقام‌های حکومتی و نیروهای خارجی در رابطه با موجودیت بیش از